سلام دوستای گلم. یه مطلبی که دیگه میخواستم بگم راجع به این سمپاشای برقی عزیزان. ببینیم برقی ها هم کوله پشتی هم دستی دارن، چه با دستی زد هم برقی. این دستی ها رو به خاطر اینکه اذیت نکنه تا زمانی که باتریش کار میکنه بکنید بندازید دور. نکن من اینجا رو تلمبش در آوردم با نایلون کور کردم راحت، که ماشین بردن آوردنش هم که راحت تره، هیچ اذیتی نمیکنه، خلالی تو کارش هم ایجاد نمیکنه. نگاه کنید. آره عزیزان، خاطر راحتی کار میتونید اینو حذف کنید. هر موقع خراب شد، باتری شارژ نشد، میتونید بندازید دوباره ازش استفاده کنید. ولی به جز دردسر هیچی نداره، گیر میکنه این ور اون ور، اذیتتون میکنه. یه نایلون بذارید و پلومش کنید. دوستتون دارم. بای. یا حق.